برای در عمل تطبیق نمودن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت شهروندان و اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به حل و فصل مراجعت خطی و دهانی شهروندان طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان در ناحیه بلجوان، رئیس ولایت ختلان وابسته به عرض و شکایت و سوال و درخواست و مشکلات جای داشته روز قبول برگزار و مراجعت خطی و دهانی 10 نفر ساکنان ناحیه را مورد حل و فصل قرار داد. در روز قبول ساکنان وابسته به مسئله‌های حل طلب برخوردار شدن از قطعه زمین نزد حوالگی، برقرارسازی عاقبت‌های آفت طبیعی، دسترسی به کمک اولیه طبی، تعمیر راه‌های محلی، تامین آب نوشابه سر وقت پرداخت نقشه مراجعت نمودند. جهت عرض و شکایت و درخواست و سوال‌های پیشنهاد نموده، رهبریت ولایت ختلان از مسئولین متصدیان پرسان گردیده نسبت حل و فصل سوال‌های پیشنهاد شده سپارش‌های مشخص دادند. از سوال و درخواست اکثر مراجعت کنندگان عیان گردید که هرچند طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه بلجوان در روزهای شنبه قبول شهروندان به راه مانده شده است، ولی اکثر مسئولین اداره و تشکیلات‌ها، رئیسان جمعیت‌های دهات به عرض و شکایت و مراجعت شهروندان اعتبار جدی ظاهر نمی‌نمایند. در روز قبول عرض و مطلب ساکنان حل خویش را پیدا و رهبریت ولایت مسئولان را وظیفه‌دار نمود که هر هفته روز قبول دایر و سوال و درخواست ساکنان مورد آموزش و حل و فصل قرار داده شود. در ادامه راهاندازی عرض و شکایت و مراجعت خطی و دهانی ساکنان ناحیه خوالینگ نیز مسئله‌های حل طلب، مساعدت و فراهم آوردن شرایط جهت به دانش آموزی جلب کردن خوانندگان، دسترسی زمین برای بنیاد باغ‌ها، بهتر کردن خدمات طبی نسبت به ساکنان دوردست ناحیه و تنظیم درآوردن حرکت واسطه‌های نقلیات، برقرارسازی ضرر آفت طبیعی آمدن سیل از جانب شهروندان طریق دهانی پیشنهاد گردید. در ادامه قبول شهروندان گفته شد که در نتیجه سنجش عیان گردید که در اداره تشکیلات‌ها، جمعیت‌های دهات نسبت به مسئله‌های قبول شهروندان کمبودی و نورسایی‌ها به نظر رسیده سری وقت مراجعت شهروندان مورد آموزش و حل و فصل قرار داده نمی‌شود. با در نظر داشت مسئله‌های ذکر شده، رهبریت ولایت ختلان مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که مراجعت کنندگان سری وقت قبول و مشکلات‌های جای داشته برطرف کرده شوند. خیرنسا مرادزاده، محمدی میرزا، منطقه کلوب، اخبار.